بسنت، رسم قدیمی که پاکستانی‌ها با برپایی این جشن به استقبال بهار می‌روند. این رسم که قدمت 100 ساله در شبه قاره دارد، خاستگاهش ایالت پنجاب پاکستان است. بهار کی آمد پر هم بسنت مناتے ہیں. همزمان با آغاز فصل بهار، رسم دیرینه بسنت با شور و حال خاصی در سراسر پاکستان برگزار می شود و بادبادک بازی یکی از کارهایی است که در آستانه نوروز در کشور ما رواج دارد. مردم پاکستان از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مناطق مختلف این کشور هر ساله با برگزاری این رسم آغاز فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت را جشن می‌گیرند. در مناطق مختلف پاکستان همزمان با نوروز فروش بادبادک وسایل نورافشانی و تزیینی رونق می‌گیرد و مردم از این طریق به استقبال بهار میرن. پوشیدن لباس نو، ساخت بادبادک‌های رنگارنگ، آتشبازی و نواختن موسیقی از دیگر رسومات جشن بسنت در پاکستان است. در این جشن شرکت کنندگان با پرواز درآوردن بادبادک‌های خود هر کدام تلاش می‌کنند نخ بادبادک طرف مقابل را پاره کرده و پیروز مسابقه شوند. بسنت برای جوان‌ها یک نوع مسابقه هست که باید سعی کنیم نخ بادبادک رقیب را پاره کنیم و واقعاً هیجان خاصی دارد. پاکستانی‌ها در مناطق مختلف این کشور آغاز فصل بهار را به شیوه‌های مختلف جشن می‌گیرند. از برگزاری آیین بسنت در ایالت پنجاب گرفته تا جشن‌های نوروزی که همانند کشورمان در مناطق شمالی پاکستان برگزار می‌شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.